حسین علی منتظری گفته سروش بهترین شاگرد منه، مثل که انشتن گفته. کوری ببین عصا کش کور دگر بود. عبدالکریم سروش میگه که محمد تو خواب و خیالش چیزایی میدیده، میگه رنگ خدا میشده. حالا خدا چه رنگیه من و تو نمیدونیم ها، ولی چون سروش میگه امامزاده میشه، رنگ خدا میشده. محمد رنگ خدا میشده، خود خدا میشده. ببینید من دیروز و پریروزم بهتون گفتم یه طراحیه. اینا آمدن محاسبه کردن، مسیحیان جهان رشته های مختلف دارن، ولی واتیکان میدونه چقدر کاتولیک در دنیا وجود داره، اینا رو سرشماری میکنه. اومده میگه کل مسلمانای دنیا از کل کاتولیکا دارن زیادتر میشن و اگر اینا زیادتر شدند حکمشون هم اینه که باید برن با جنگ و جهاد و قتال و سربریدن دنیا رو بگیرن، به زنای اونا تجاوز کنن. خب بعدشون نمیاد فرض کن برن تو افریقا مسلمون یارگیری کنن، تو عربستان مسلمون یارگیری کنن، تو آسیای خاورمیانه مسلمون یارگیری کنن، بگن بریزین آمریکایی‌ها رو بکشین، زناش مال خودتون. قرآن گفته. اومدن به فکر چاره افتادن، اسلام ملایم درست کنن. برای اسلام ملایم درست کردن میخوان محمد رو ببرن تو قالب عیسی، چون عیسی خود خدا بود یا پسر خدا بود. حالا محمد رنگ خدا شده. هیچ کدوم از آیه های قرآن اینو نمیگه. محمد از خدا میپرسه، خدا بهش میگه اینا رو به مردم بگو. حالا با کلام بازی کردن و زیر حرف قایم شدن و اینا من مخالفتی باش ندارم. کاری که میکنه به دستور هر کسی هست حفظ اسلامه، چون این اسلام با این وضعش از بین میره. هیچ چیز قاتل نمیمونه، در یه دوران کوتاه میمونه. اونم اسلامی که همشون با هم دیگه دشمنن. شماها که تو ایران شیعه هستین، سنی ها شما رو داخل آدم حساب نمی کنن، میگن اینا جهنمی هن. شما هم سنی ها رو میگین جهنمی هن، اونا آدم نیستن، ما مسلمونی. تکون بخوری فرقه های زیادی از توش در میاد، خود فرقه ها میریزن همدیگر رو از بین میبرن، چون نقشه رو آدمی که مغز داره میکشه، عمل رو آدمی که مغز نداره میکنه. من این حرفا که دارم میزنم، ببینید من از یه مرحله گذشتم. من میدونم دولت انگلیس پشت سر سروشه. اونا مثل اینجوری میتونن منو فردا از رو زمین بردارن، هیچ اشکال نداره. من حرفمو میزنم، ولی مسئله اینه که حرف من میمونه، بیشتر حرف سروش میمونه. نه اینکه من دانشمندترم، عالمترم، چون دنیا به طرف دانایی میره، به طرف دانش میره، به طرف علم میره. دنیا به طرف خریت نمیره. شما هر کاری بکنید جوونا دست به کامپیوتر میشن. حالا هی برو فیلتر از فرنگ بخر بیا بذار اونجا فیلترش کن. تو فکر میکنی اونم میره فیلتر شکن پیدا میکنه. یکیش که در اومد همش در میاد. با دانش نمیشه جنگید.
به همین دلیل سروش به قهقرا میره و من میرم بالا. حرفامونو دارم میگم. سروش اومده یک دین اسلام بدون خشونت و میخواد بعد تفسیر کنه که اونجا که حضرت دست به شمشیر میکرد مال 1400 سال پیشه، اونجا که به علی گفت این 700 نفر رو بکشین مال 1400 سال پیشه، به اسلام امروز کاری نداره. هدفی که داره میره اینه، هدفش هم خوبه، بد نیست. ولی اگر شما یه روز راستشو بفهمید اون وقت باز گرفتاری پیدا میکنید. من اینا رو دارم میگم که با مذهب جدید باز سوارتون نشم، چون ما عاشق مذهبیم، عاشق خداییم، عاشق امامزاده ایم. مردم ایران اسیر آب سقاخانه اند. ببخشید این لغت اینجوری دارم میگم، اگه یک کسی بره بشاشه تو سقاخونه بعد بگن این آب معجزه میده، همه صف میبندن. یه خورده با خودتون خلوت کنید، یه خورده با مغزتون کار کنید، نه با چشم و گوشتون.